دوستان عزیز، چند وقت میشود که درباره این مردان نوار میکنیم و امروز خواستم که موضوع امروزه را درباره این زنها و بیماری آنها، یعنی که حیض میبینند، در این باره معلومات دهم. بله، به همه این زنها تعلق دارد. شاید نفر پیدا شود و گوید که دیگر موضوع نبود، اما فراموش نکنید که در شریعت ما شرم نیست. صد افسوس که امروز نوارهای فحش در شبکه‌های اجتماعی پهن می شود و طرز شناس شدن با دختر و همینطور نوارها. اما یک شخص درباره این موضوع زن و شوهر معلومات دهد، چه جایی شرم دارد؟ امروز زنها اپا و خواهران ما در حالت حیض باشند، چی کردنشان را از دین ما نیاموزند، از که باید باخبر شوند. همان زنهایی که شرم و حیا را ندانسته خود را آرایش میکنند و پس و پیش خود را برای جلب کردن مردان نشان میدهند. آیا و همان زنهایی که غیر دین ها چگونه خواب کردن مردان را آموزند؟ نه، باید هر آن چیزی که در دین ما فایده دارد، در شریعت ما فایده دارد، همان را آموزند. انشاءالله ثمره نیک را خواهد گرفت. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه قربانی عمر. عایشه مادرمان در این حدیث می‌فرمایند که پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم گفتند کدام زنی که حیض می‌بیند و با سبب همان حیضش و این زن و گناه‌های پیشینه‌اش کفارت می‌شود. اگر این زن در اولین روز حیض دیدنش گوید که الحمدلله علی کل حال و استغفر الله من کل ذنب، برای هر یک حالم الله به خودت حمد و ثنا باشد و از تو برای هر یک گناهم مغفرت کردنت را میخواهم گوید. خداوند و این زن برای از آتش جهنم نجات یافتن براتنامه و از کلی صراط گذشتن را هم امانی میدهد و از دوزخ برای نجات یافتنش امانی میدهد. و به این زن برای هر یک شبش درجه 40 شهید داده می شود. اگر این زن در همان حال حیضش ذکر خدا را به جا آورده ایستاده باشد، یعنی آن است که مقصد استغفار گوید. بله، وقتی که زن بیمار می شود برای او روزه گرفتن و نماز خواندن، کتاب خواندن جایز نیست، اما دیگر ذکرها را کردن جایز است. مقصد این زنها هنگام حیض دیدنش نگوید که من حیض دیدم، عذرخواهی دارم، اکنون به ملال کارهایم را کرده میگیرم و همچنین سخنها را باید نگوید. فکر کند گویا به یک مصیبت دچار شده است، همین را قبول کرده و در هر یک وقت نماز به همان خانه ای که نماز میخواند در همان خانه نشسته ذکر خدا را کند. و این گونه زنها چقدر ثواب نوشته می شود گفتند. حسین بصری رحمت الله علیه در این حدیث گفتند که مقام در این حدیث بوده به همه زنها نیست، بلکه به زنهایی که در کارهای شریعت اطاعت شوهر را کرده اند و به زنهایی که در راه راست صالحه هستند داده می شود گفتند. برای همین سخنهایی که در حدیث آمده است و این مقام رسیدن باید چی کنند؟ و شوهرشان اطاعت کنند. افسوس که این زمان بسیار زنها هنگام شوهر یک کلمه گفتن آنها در جواب 10 کلمه را استفاده میبرند. خوب می شود که زنها اگر شوهر شما بر شما چیزی گفت شما سکوت کنید، خم کنید